عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسؤال دیگر این است که توحید چیست و فرق بین توحید و عقیده در چی است؟ بارک الله فیکم. توحید در لغت به معنای یکتاپرستی، از وحده یوحد گرفته شده به معنای یکتاپرستی است. و اما در اصطلاح علم الشرع توحید یعنی الله عز و جل را در ربوبیت و در الوهیت و در اسما و صفات یکتا دانستن. الله عز و جل را در ربوبیتش، اینکه الله عز و جل خالق است، رازق است، مالک است و مدبری تمام کائنات است. اما که توحید ربوبیت یعنی الله عز و جل را در افعالش یکتا دانستن. و توحید در اصطلاح علم الشرع یعنی الله عز و جل را در الوهیتش، این در عبادت، در پرستش الله عز و جل را یکتا دانستن و او را یکتا عبادت کردن. و توحید در اصطلاح علم الشرع یعنی الله عز و جل را در اسما و صفاتش یکتا دانستن و هر اسم و صفتی که برای الله عز و جل هست او را اثبات کردن و به مخلوقاتش مانند نکردن و به اونها کیفیت ندادن و اونها را اثبات کردن و اونها ایمان آوردن. اینا میگن توحید در ربوبیت و الوهیت و یکتا دانستن الله عز و جل در اسما و صفاتش. پس توحید برمیگردد به ایمان داشتن به الله عز و جل. و اما عقیده متعلق به چی است؟ عقیده متعلقی به ایمان آوردن به الله عز و جل، به ملائکه الله عز و جل و به کتابهای الله عز و جل و به پیامبران الله عز و جل و به روز آخرت و به تقدیر خیر و شر، به اینها ایمان آوردن. یعنی پس به اینها ایمان آوردن و هیچ شک و تردید نکردن به اینها، به آنچه که سلف رحمه الله به آنها اجماع کردگی است و آنچه که از اصول دین است به اینها شک نکردن، تردد نکردن، این را میگن عقیده. پس عقیده عام است و توحید خاص است. عقیده عام است به این معنی که توحید در عقیده داخل است. چونه که برای شما بیان کرده شد که عقیده یعنی انسان باید که به الله عز و جل ایمان بیاورد، به توحید الله عز و جل، به یگانگی الله عز و جل و به ملائکه الله عز و جل، به کتابهای الله عز و جل، به روز آخرت، به پیامبرا و به آنچه که از اصول دین است، به آنچه که سلف رحمه الله بر اجماع کردگی است، به اینها ایمان بیاورد و عقیده بکند و چنان باور محکم داشته باشد که هیچ شک و تردید و ریب برای شخص نیاید. این را میگن عقیده. چون اگر که ذره اگر شک آمد، تردد آمد، او را عقیده نمیگن. چون عقیده یعنی باوری جازم محکم که هیچ ریب و شک و تردد برای انسان پیش نیاید. این را میگن عقیده. از این خاطر پس عقیده عام است، به این معنی که عام است که توحید در او داخل است، که باید که الله عز و جل را یگانه در ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات یکتا دانستن و همچنین به ملائکه و کتاب و پیامبرا به اینها ایمان آوردن و یقین کردن. این میگن عقیده که توحید در این داخل است. و اما توحید خاص است به این معنی که الله عز و جل را در ربوبیت و الوهیت و اسما و صفات یکتا دانستن. این است تعریف توحید و فرق بین عقیده و توحید. بارک الله فیکم.